درود بر شما عزیزان، آرزوی سلامتیتان دارم. یکی از دوستان ما پرسشی بود که چگونه خودمان را دوست داشته باشیم. خب عزیزان، این که ما انسان ها چگونه متوجه خود باشیم، چگونه متوجه سلامتی خود باشیم، این که ورزش بکنیم، غذای سالم بخوریم، مثبت اندیش باشیم، از افکار و از حرفای منفی دور باشیم، خیلی با فکر این نباشیم که دیگران در مورد ما چی میگن، چی قضاوت میکنن، از مقایسه کردن خود با دیگران خودداری بکنیم، در لحظه حال زندگی بکنیم، مهربان باشیم، بخشنده باشیم. خب این مورد است که تعلق میگیره به خود انسان ها، این که چقدر ما میتونیم این مورد را در نظر بگیریم و خوب زندگی بکنیم و متوجه خود باشیم. اما چیزی که خیلی مهم است و تا زمانی که ما انسان ها به این مورد پی نبریم و قادر به درک این موضوع نباشیم که خالق یکتا این جهان زیبا را، این نظام هستی را، وجود ما را، طبیعت زیبا را و دیگر موجودات را چگونه آفریده، چگونه هست کرده، واقعا نمیتونیم خودمان را دوست داشته باشیم. ببینید، اگر کره زمین 1/100 ثانیه از حرکت بیستد یا به یک بارگی متوقف شود یا همینطور اگر سرعت چرخشش بیشتر شود یا کمتر شود، زمین قوه جاذبه خود از دست میده و میلیاردها زنده جان از بین میره. همینطور اگر زمین اندک به آفتاب نزدیک شود، همه ما میسوزیم. اگر اندک از آفتاب دور شود، همه ما منجمد میشیم. پس شما ببینید که خداوند کره زمین را به چه یک موقعیت اساس طرح‌ریزی کرده و چه یک موقعیت زیبا قرار دارد تا بتوانیم ما انسان ها آرام و راحت زندگی بکنیم. همینطور وقت طبیعت زیبا را میبینیم که خداوند همه چیز را چقدر زیبا آفریده. کوه ها را، دشت را، درختان را، بحر را، گل ها را. به اصطلاح هر قدر که آدم این همه رو ببینه از دیدنش سیر نمیشه. همینطور اگر ما شما دیگر موجودات، دیگر زنده جان ها را، حیوانات را ببینیم که خداوند به چه یک مقبولی، به چه یک ویژگی خاص اینها را خلق کرده. همینطور اگر وجود خودمان را ببینیم که خداوند چه یک سیستم منظم را در داخل وجودمان خلق کرده که هر عضو بدن ما همزمان فعالیت‌هایشان را چقدر منظم و زیبا انجام میدن. قلب، کبد، کلیه ها، مغز و دیگر اعضای بدن ما. پس میبینیم که خداوند همه چیز را چقدر زیبا، منظم و اساس خلق کرده. خب این را همه میدانیم که انسان ها اشرف مخلوقات هستند و خداوند در قرآن کریم هم انسان ها را با واسطه نیروی عقل و اندیششان نسبت به دیگر موجودات، نسبت به دیگر زنده جان ها برتری داده و بر آنها کرامت ذاتی بخشیده است. پس به این دلیل که ما شما انسان هستیم و خداوند انسان ها را ویژه آفریده، متفاوت از دیگر موجودات آفریده، باید خودمان را دوست داشته باشیم. خب عزیزان، شما واقعا در زندگیتان چقدر به این مورد که من قبلا اشاره کردم فکر کردین؟ روزانه چند ثانیه، چند دقیقه در این مورد فکر میکنیم؟ آیا شما هم مانند ما هستید؟ ما واقعا روزانه هیچ که نشه چند ثانیه، چند لحظه به این فکر میافتم که این جهان چقدر زیبا هست، طبیعت چقدر مقبول است، این نظام هستی چقدر عجیب است، خود وجود انسان چقدر عجیب کار میکنه و واقعا چقدر روزانه شما از خداوند سپاسگزار هستین بابت نعمتایی که برای ما شما داده. پس باید به این دوست ما بگیم که تا زمانی که به این مورد پی نبریم، تا زمانی که قادر به درک این موضوع نباشیم که خداوند انسان ها را اشرف مخلوقات آفریده، خداوند انسان ها را ویژه خلق کرده، خداوند انسان ها را نسبت به تمامی موجودات برتری داده، تمام نعمت ها را، تمام زیبایی ها را بر انسان ها داده. واقعا نمیتونیم خودمون را دوست داشته باشیم. در شروع باید تمام این زیبایی هایی را که خداوند خلق کرده باید ببینیم، بعد از اون میتونیم خودمون را دوست داشته باشیم و در هر لحظه از خداوند بابت نعمتایی که بر ما شما انسان ها داده سپاسگزار باشیم.